خب سوال بعدی خانم کیمیا MH. سوال دیگه داشتم، برای جلوگیری از چسبیدن کک و کنه باید چه چیزی تهیه کنیم؟ نکنین از اردیبهشت به بعد سگتون رو میتونید ماهی یه بار یا 2 بار با شامپوی ضد کک و کنه بشورید. شامپوی ضد کک و کنه حتما چیز نیستش که موقعی که کک و کنه گرفت ما بریم بزنیم، نه یه شامپوه. فقط یادتون باشه به خاطر موادی که داخلش داره گردن به پایین باید بزنید، تو سر و صورت و چشم و اینا نره، گردن به پایین رو بزنید دیگه. راههای جلوگیری و درمانش چیزی به نام جلوگیری و درمان همش یکیه، قطره، اسپری، یه سری پودر هست، قلاده هست. من خودم شامپو و اسپری رو استفاده میکنم، ولی خب باز همه این کارا رو هم که انجام بدیم باز کک و کنه میگیره، فقط زیاد اون لحظه هول نشین. اسپری بزنید شروع میکنه این چنگولاش وا میشه، راه رفتن بگیرید بندازید توی چاهک دستشویی مشویی و از این جور چیزها.